ساعت به وقتی پراگ ده هست بینندگان عزیز و من با خبرهای تازه و سرخطی موضوعی که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما میشن در خدمت شما قرار دارم. سپاس میگم که ما رو تماشا میکنید و فکر میکنم تو چند دقیقه دیگر با ما خواهید بود تا اینکه از ناوگانی ها آگاه شوید. حدود 20 تن از محبوسان دو زندان شهر دوشنبه رو پس از شکایت از وضع سلامتیشون به کرانتین فرستادند. مسئول زندان های تاجیکستان میگوید محبوسان از تب بلند شکایت کردند و تشخیص ها ثابت نبوده است که آنها گلودرد شدند. به قول منصور جان عمرو از حدود 20 تن حالا 6 محبوس در زندان رقم 1 و 8 تن دیگر در محبس دوم در شرایط کرانتینی قرار دارند. همصحبت رادیو آزادی افزود از قبل در داخل محبس ها جایهای مخصوص کرانتینی آماده کرده بودند و این محبوسان را در چنین جایها زیر نظارت گرفتند. سردار سرایست اجرای جزای جنایتی تاکید نمود که از محبوسانی که از تب بلند شکایت نمودند هیچ کدامشان بیماری التهاب شش و یا پنیومانیا نیستند. با این همه برخی از گروه های مخالفی پناهنده در اروپا پیشنهاد کردند که محبوسانی از 60 ساله بالا قطع نظر از پروندهشان آزاد کرده شوند. همین گونه کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار آزادی همه محبوسان شدند. گزارش دیگری ما در برنامه امروز از چند بیمارخانه شهر دوشنبه است که کرانتین شدند و مقامات قبول بیماران را در اینجا منع کردند. از جمله در مرکز طبی رقم 1 دوشنبه یا معروف به بیمارخانه 1 سویتسکی اساسا شخصان گرفتار به التهاب شش یا پنیومانیا را بستری کرده به نزدیکانشان اجازه نمیدهند که از حال آنها خبر بگیرند. نزدیکان بیماران میگویند از آنها غذا و داروواری را قبول میکنند ولی اجازه نمیدهند که به نزدیک خویشاوندانشان درآیند. اکثر نزدیکان بیماران گفتند خویشاوندان آنها را با تب بلند به این بیمارخانه آوردند. در شهر دوشنبه همچنین یک شفاخانه دیگری معروف به نام کلینیکای منصور هم کرانتین شده است. در نزد در بیمارخانه طبیبان با لباسهای مخصوص ایستادند و به کسی اجازه ورود نمیدهند. زمین لرزه های با تکرار و غیر مقرری در ناحیه های وخش و جلالدین بلخی ساکنان این ناحیه ها را ترساند و سبب شد زلزله شناسان تاجیک برای تحقیق به آنجا بروند. پژوهشگاه گئولوژی آمریکا که زمین لرزه در بسیاری از گوشه های جهان را ثبت میکند 4 زمین لرزه بیشتر از 4 درجه در ولایت ختلان از جمله ناحیه وخش و جلالدین بلخی را ثبت کرده است. در مرکز زلزله سنجی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند در واقع زلزله های با تکرار در ختلان ثبت شده است ولی معلومات پژوهشگاه آمریکایی میتواند دقیق نباشد زیرا اطلاعات از ایستگاه زلزله سنجی شهر توس را میگیرد که 100 کیلومتر دورتر از محل زمین لرزه در ختلان میباشد. همکار ما به آن منطقه رفت تا ببیند که لرزش زمین برای ساکنان چه خساراتی آورده است و مقامات در این زمینه چی میگویند. جایز به ذکر است که تاجیکستان در آسیای مرکزی و یکی از منطقه‌های زلزله خیز جهان واقع است و سالانه زمین آن هزاران دفعه میجنبد. از بس که نیروی زمین لرزه ها بلند نیستند اکثرا احساس نمیشوند. امروز در کنار دوشنبه عبدالفتاح حاتمов کیمیادان تاجیک و بنیادگذار لیسه حاتم پیوه را به خاک سپردند. به گفته پیوندان این دانشمند تاجیک روزی گذشته از سکته قلب افتید. تا این دم دهها شاگردان مکتب خصوصی حاتم پیوه در المپیادهای بین‌المللی سزاوار جایهای اول شدند. خود حاتمov سال گذشته در صحبت با رادیو آزادی از 18% بالا رفتن انداز از ارزش علاوه شده برای حق تحصیل نگرانی کرده بود. او گفته بود که در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتب‌های خصوصی درآمد هنگفتی دارند ولی این کاملا دروغ است. همکاران ما درباره شخصیت عبدالفتاح حاتمov برای شما یک مطلب پیشنهاد خواهند کرد. هفته گذشته جسد 17 مهاجر ازبک را که با سبب‌های گوناگون ففتیده بودند از روسیه به وطن انتقال دادند. اگنتی مهاجرت کاری ازبکستان میگوید جسدها برای زمینی با خطر روسیه، قزاقستان، ازبکستان آورده شدند. به قول منبع هیچ یکی از انتقال یافته ها از بیماری کووید 19 هلاک نشده است. و در این شب و روزی که جهان با ویروس کووید 19 مبارزه میبرد و تقریبا در همه گوشه و کنار دنیا درباره کار گرفتن از احتیاط میگویند دهقانان تاجیک در سر زمین های خود هستند. ختلان از ولایت‌های کشاورزی در جنوب تاجیکستان تامین کننده محصولات اولیه بازارهای داخل محسوب می شود و کشاورزان میگویند کرانتین کردن و در خانه ماندن خوب است ولی حاصلشان برباد می رود. گزارش خواهیم داشت در این زمینه در برنامه خبری و بعد از 3 ساعت دیگر بینندگان عزیز چند موضوع دیگری نیز هست که ما در دست داریم و می‌خواهیم در برنامه برای شما پیشنهاد کنیم. امیدواریم شما ما را همراه خواهید
خواهید بود و اگر تا اون لحظه شما نواری دارید که میخواهید در اختیار رادیو آزادی بگذارید، پس لطفاً به ما بفرستید طریق وایبر، واتساپ و یا تلگرام با رقم‌های 420 724 056 681. با سپاس برای همراهی و ما منتظر شما در پخش‌های بعدی مستقیم هستیم.